این کسی باشیم بسیاری کنه شما نتیجه داشته باشیم یه روی سلامتی از بزرگ کنیم هرش شما بخنده شما دوست ساعت میگی کمک؟ آقا پیرمن یه فوت پمپ چشم من خواهی رفته. کمک! این قسمت از برنامه ما راجع به جراحی پلاستیک می باشد. جراحی پلاستیک انواع مختلفی دارد. جراحی پلاستیک مواد نو، جراحی پلاستیک مواد کهنه، جراحی پلاستیک دمپایی آب شده، جراحی پلاستیک فریزر، زباله و غیره. مواد لازم برای جراحی پلاستیک: 1 عدد همکار چشمریز، 2 تا از این جراحی پلاستیکی‌های دمپایی آب شده زرد، 1 دانه قرقره و سوزن، 1 دونه ماژیک. بله. آقا من میترسم. ترسن رزنم. شما چشمات ریزه. دوست داری چشمات درشت بشه؟ چشم درشت بشه؟ بله خیلی دوست دارم. آرزوم بوده. خواهش میکنم. تنجا بفرمایید. من آماده میکنم ایشونو. ابتدا 1 دونه از این جراحی پلاستیکی ها رو برمی‌دارید، با 1 دونه هم از این مخربه. شما داروی بیهوشی نداریم، با مشت میزنیم تو مغز همکارمون. بابا جونم بگی. ماست باید دور کرده میشه الوانتون درمزیم چون یه برو پیم گوشتتونه. من گفتم چرا دکتر سلامت کن بدم؟ مگه نگفتم تو کار بزرگتر دخالت نکن؟ یاد بگیرم من تو کار بزرگتر دخالت نکنی. من برم اینجا کاری که داری. بله